فیفا بازای تعصبی میگن FC26 تا ناموس بازیکن‌ها رفته تو و ته واقعیته. اما سوالم از با تعصبای فیفا اینه، کدومتون میدونه رو کدوم دکمه کلیک کنم میشه عین سوارز دروازه رو با دست نجات بدم؟ اصلا فیفا کی مدل هندبالم به گیم اضافه کرده که دیماریا داره توپو با دستاش حمل میکنه و داورم به چپش نیست؟ حالا اینا رو وللش، چطور ممکنه فیزیک ایساک ساکی با فیزیک رونالدو یکی باشه؟ بابا تو واقعیت اگه کریس جلو این بنده خدا بگوزه که داشمونو باد میبره. اینا چجوری ادعاشون میشه FC ته واقعیته؟ حالا شاید رفقای تعصبی بگن منظورشون از ته واقعیت بودن گیم پلی بازیه و اصلا کاری با فیزیک و ریاضی ندارن. دن سرویس آخه این گیم پلیش هم قانون فیزیک و برده زیر سوال.